سلام دوستان. امروز می‌خوایم 3 عادت صبحگاهی افراد موفق رو بررسی کنیم که میتونن زندگی ما رو تغییر بدن. عادت اول بیدار شدن در یک ساعت مشخصه. افراد موفق معمولاً صبح‌ها سر یک زمان ثابت بیدار میشن. این کار باعث میشه بدن و ذهن ریتم منظم پیدا کنن و روز رو با انرژی بیشتری شروع کنن. عادت دوم استفاده از نور طبیعی و چند دقیقه مدیتیشن یا تمرکز ذهنیه. وقتی صبح نور خورشید رو به بدنتون میرسونید و چند نفس عمیق میکشید، هم ذهنتون آرامتر میشه، هم تمرکز بیشتری برای شروع روز خواهید داشت. و اما عادت سوم تحرک جسمیه. خیلی از افراد موفق روزشون رو با ورزش کوتاه، پیاده‌روی یا حرکات کششی شروع میکنن. این کار جریان خون رو افزایش میده، انرژی رو بالا میبره و خلق و خوی شما رو بهتر میکنه. پس به یاد داشته باشید 1 ساعت بیداری ثابت، چند دقیقه نور و مدیتیشن و کمی تحرک صبحگاهی. همین سعادت ساده میتونن تفاوت بزرگی در موفقیت شما ایجاد کنن. اگر این ویدیو براتون مفید بود، حتما لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.